بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که خدمت دوستانمون عرض کردیم، یه موتور توربیندار گازی دارای 5 تا قسمته. یک، ورودی هوا. حالا اینجا نشون میده که در حقیقت هوایی که وارد میشه رنگ آبی رنگه چون سرده. بعد وارد قسمت دوم میشه کمپرسور. در کمپرسور هوا هم فشرده میشه هم گرم میشه. بر اثر فشرده شدن دمای هوا هم بالا میره. حالا اینجا برای من نشون میده که دمای هوا بالا رفت و هوای فشرده که گرم هم شده، داغ شده، میره توی محفظه احتراق. از طریق سوخت پاشا سوخت پاشیده میشه، شمع جرقه میزنه و اینجا در محفظه احتراق هم صورت میگیره. جریان گازهای داغ میاد میره وارد قسمت توربین میشه. پس موتور من دارای چند تا قسمت؟ 5 تا قسمت. یک، ورودی هوا. دو، قسمت کمپرسور متراکم کننده هوا. سه، محفظه احتراق. چهار، توربین. و پنجم اگزاست. که اگزاست یا اگزوز در موتورهای هوایی که توی هوای آزاد پخشه، گازایی که میسوزه، گازهای داغ بر اثر ناشی از احتراق از انتهای موتور خارج میشن. ولی که در موتورهای زمینی، موتورهای جت توربوشافت زمینی، توسط یک سیستمی که در حقیقت اگزاست رو میان منتقل میکنن به یک کانالی که از سطح زمین میبرنش ارتفاعش بالا و گازهای داغو به خاطر اینکه توی محوطه پخش نشه چیکار میکنن؟ میفرستن به ارتفاع بالا که توی محیط ما در حقیقت پخش نشه. دوستان گرامی من، به نام خدا، در این فیلم آموزشی که از مال کمپانی MAN مان آلمان هستش، از این کمپانی هستش، نحوه کار و ساختمان داخلی موتور توربیندار گازی رو برای ما نشون میده. خدمت دوستان گرامی عرض کنم که الان برای من داره نشون میده که یه موتور توربیندار گازی من که داره 5 تا قسمت اصلی هستش یا 5 تا ماژول هست روی همدیگه اومد مونتاژ بشه یا مونتاژ میشه. در حقیقت یک قسمت ورودی هستش، دو قسمت کمپرسور، سه محفظه احتراق، چهار توربین، 5 اگزاست. الان داره توربینا رو برای من نشون میده، کمپرسور رو نشون میده و مجموعه‌ای که روی همدیگه داره مونتاژ میشه. ببینید الان این مجموعه رو همدیگه مونتاژ شدن و موتور ما شد یه دونه موتور توربیندار زمینی. موتورهای توربیندار زمینی چه فرقی داره با موتورهای توربیندار هوایی؟ همه اینا داره 5 تا قسمتن. تشابه‌هاشون، اساس کاریشون همه مثل هم دیگه است. هوا میاد از قسمت ورودی یک و از قسمت ورودی یک وارد کمپرسور بخش دو میشه، بعد میاد میره تو محفظه احتراق سه، میاد میره توی توربین بخش چهارمه و میاد توی اگزاست. از اگزاست چیکار میکنه؟ گازهای داغ میان خارج میشن. در حقیقت میگه کانالی رو میزنن و گازهای داغ نمیذارن که تو محوطه پخش بشه و از محوطه خارج میکنن و به ارتفاع میبرن. مثلا یه 20 متر 15 16 متر در حقیقت میان اگزاست میزنن. الان در این فیلم بسیار زیبا، واقعا هم زیباست، بعد نشون میده طرز کار این موتور توربیندار گازی. موتورهای توربیندار گازی زمینی و هوایی با هم دیگه فرق‌های عمده‌ای دارن. یکی از فرق‌های عمده این موتورهای توربیندار گازی زمینی و هوایی این هستش که موتورهای هوایی چون که ارتفاع بالا پرواز میکنن دیگه سیستم کانال ورودیش و همچنین فیلتراسیون اینا رو نداره. موتورهای زمینی سیستم فیلتراسیون دارن و یک کانالی هستش که هوا میاد که تصفیه که شد میاد میره وارد این کانال میشه و وارد موتور میشه. ولی موتور هوایی دیگه این سیستم ورودی هوا رو، تصفیه رو نداره. هوا به صورت مستقیم وارد قسمت ورودی هوا میشه و وارد کمپرسور و غیر ذالک تا انتها. فرق دیگر موتورهای توربیندار زمینی و هوایی این هستش که موتورهای هوایی بهشون میگن وریبل اسپید، یعنی دور اینا در حقیقت متغیر هست. مثلا یه هواپیما رو در نظر بگیریم، زمانی که از زمین میخواد بلند شه با یه دوری با حداکثر توان و دورش دور میگیره موتور که بتونه توان زیادی داشته باشه. وقتی به صورت مستقیم کروز پرواز میکنه با یه دوری پرواز میکنه. زمانی که میخواد فرود بیاد با یه دور دیگه، یعنی دورهای مختلف. یعنی زمانی که شما پشت ماشین نشسته رانندگی میکنی گاز میدی بهش میگن وریبل اسپید، با دورهای متفاوت، دورهای متغیر هستش که کار میکنه. ولی موتور زمینی که موتور توربیندار زمینی که معمولا از نوع جت توربوشافت هستن، اینا به صورت کانستنت اسپیدن، یعنی دورش بایست میخواد که ثابت باشه. چرا؟ چون مثلا ژنراتور برق من 3000 دور در دقیقه
میزنه میتونه بچرخه توسط این موتور جت توربوشفت اون 3000 دور در دقیقه میچرخونه. دیگه موتور استارت میخوره میره سر 3000 دور توسط کنترل کننده سوختش توسط PLC یا به عبارت توسط ECU، قدیما کنترل کننده سوخت بود FCU فیول کنترل یونیت، بعد شد ECU انجین کنترل یونیت، بعد الان شده PLC کامپیوترهایی که به این موتورهای ما فرمان میدن توسط اینا تنظیم میشه و از سر یه دوری میمونه. پمپ نفت هم همینجوریه برای توربو پمپا. کمپرسور گاز میخواد کمپرسور گاز بچرخونه که گاز در حقیقت توی لوله ها حرکت کنه. توسط چی میچرخونه کمپرسور گازو؟ توسط این موتور توربیندار گازی هستش که بهش میگن چی؟ اون موقع بهش میگن در حقیقت توربو کمپرسور که توسط موتور توربیندار گازی میچرخه. پس موتور زمینی یک دورش در حقیقت ثابته ولی موتور هوایی دورش متغیره. موتور زمینی یه استراکچر ساختمانی داره که نگاه کنید روی پایه نصب هستش رو زمین ولی اون رو هواپیما نصبه. بعد موتور هواپیما چون که استارت اگه این جلوی موتور قرار بگیره یه در حقیقت یه استکاکی هست، یه گرفتگیری هست، راه ورودی هوا رو چیکار میکنه؟ محدود میکنه. لذا استارت موتورهای توربیندار هوایی از توی کمر اینا هستش. استارتر رو روی اکسسوری گیرباکس نصب میکنن. اما موتور توربیندار زمینی استارتش میبینیم ما الان یه الکتروموتور گذاشته به عنوان استارت برای ما استارت میزنه در موتور چی؟ موتور زمینی. و زمانی هم که موتور رو خاموش کردن به عنوان کولدان موتور ازش استفاده میکنه. کولدان یعنی چی؟ یعنی موتوری که تا حالا داغ بوده، دمای آتیش توی مغز آتیش توی مرکز این محفظه احتراق 2000 درجه سانتیگراده. حالا توسط حقهایی که قبلا صحبت کردیم باز دوباره مجدد همینجا براتون تکرار میکنم، میان دما رو میرسونن به 1000 درجه سانتیگراد. یعنی دمای بدنه این موتور تقریبا حدود 700 800 درجه 1000 درجه سانتیگراد در مدل های مختلف. لذا میان چیکار میکنن؟ میان این دما رو زمانی که خاموش شد کولدانش میکنن. یعنی چی؟ یه مثال بزنم، مثل این میمونه که توی یه دونه لیوان آب جوش توی لیوان ریختیم، ما آب جوشه رو خالی میکنه، آب سرد توش میریزیم، بلافاصله این میترکه. موتور توربیندار گازی هم اون دمای بالایی که داشته بلافاصله خاموشش کنه تمام محورها و دیسک‌ها و پوسته و تمام قطعات این تاب برمی‌دارن. لازم میان موتور آروم آروم میچرخونن، موتوری که خاموش هستش آروم آروم میچرخوننش که دما به این شفتش محورش تاب بر نداره، اسپولاش تاب بر نداره، در این حال دما از این موتور آروم آروم خارج بشه. هم از قسمت هم از بدنش هیت دیسیپیشن داره، همین که از قسمت مجرای ورود این دهانه ورودی اینتیک و همچنین از طریق اگزاستش. پس موتورهای زمینی کولدان موتور داره. موتور هوایی چی نداره؟ چرا نداره؟ به خاطر اینکه زمانی که دور موتورش باز هستش و زمانی که هواپیما نشست، از اونجایی که هواپیما نشسته با دور آرومتری میاد اون جایی که میخواد مسافرش پیاده کنه خودش کولدان صورت میگیره. پس موتورهای زمینی یک کانستنت اسپید هستن، دور ثابت، موتورهای هوایی دور متغیر. موتور زمینی کولدان موتور داره، موتور هوایی دیگه کولدان موتور نداره. موتور زمینی به دلیل اینکه روی زمین هست از آلیاژها و فلزات بسیار مستحکمی ساخته میشه، بیشتر از آلیاژهای در حقیقت آهنی هستن، مثلا پوسته کمپرسورها و خدمت شما عرض کنم ورودی هوایی اینا از آلیاژها از چدن ریختگری هستش. ولی که هواپیماها پوسته در حقیقت کمپرسور ما ورودی هوا قسمت اکسترنال از آلیاژهای در قسمت سرد موتور از آلیاژهای منیزیم و آلومینیوم ساخته شده. همچنین بعضی از قسمت‌های دیگه اگه امکان داشته باشه موتور هوایی رو سعی می‌کنن از آلیاژهای سبک وزن بسازن، ولی موتور زمینی میگه برای من مشکلی نداره، هر چقدر سنگین‌تر باشه، آلیاژ مستحکم‌تری باشه، فلز مستحکم‌تری باشه، عمر موتور هم بالا میره. پس اینم شد یه اختلاف دیگه. اختلاف دیگر این هستش که موتور اختلاف دیگر یعنی اختلاف در حقیقت میشه گفتش که چهارمی شد دیگه. یکی شد به خاطر دور متغیر و ثابتش، یکی شد به خاطر این کولدان موتور، یکی شد به خاطر جنسش و اختلاف دیگه اختلافی هستش که در بیرینگ‌های اینا هست. موتورهای هوایی اکثرا از بال برینگ یا تاقان‌های اینا از نوع بال برینگ یا رول برینگ، ولی موتورهای زمینی که مختص زمین ساخته شدن از یه نوع از یاتاقان‌ها بیرینگ‌ها استفاده میکنه، به اینه میگن تیلت پد بیرینگ. اینا میشه گفتش که باز اختلافات بسیار زیادی دارن در سیستم‌های اینا.
یه موتور توربین داره گازی ما سیستم روانکاری داره، سیستم خنککاری داره، پرشرایزیشن داره، بعد حتما شما کنم سیستم سیلینگ داره، سیستم آببندی، سیستم سوخت داره، سیستم اطفای حریق داره. یه اختلافاتی هم با هم دیگه دارن که سر فرصت در ویدیوهای بعدی این اختلافات هم اونجا راجع بهش صحبت می‌کنیم، راجع به سیستم. خب الان اینجا برای من یه موتور توربین داره زمینی هست، گفتیم که از کمپانی MAN داره نشون میده. موتور رو میچرخونه، در حقیقت این قسمت استارتر موتور یا کولدان موتور ما هستش. اینا محفظه های احتراق هستن و خدمت شما عرض کنم که ورودی هوا، کمپرسور، محفظه احتراق، توربین و اینم آوتپوت شافت هستش. گازهای داغ از اینجا خارج میشه و این آوتپوت شافت محوری هستش که در حقیقت محور خروجی هستش که توسط این محور چرخنده هستش که میاد کمپرسور گاز رو، پمپ نفت و ژنراتور برق رو میچرخونه. الان اینجا موتور رو برای من نشون داد. یه موتور توربین داره گازی، چه هوایی چه زمینی، در حقیقت داره 5 تا بخش هستش. 1 ورودی هوا، اینتیک یا اینلت. 2 میشه در حقیقت کمپرسور ما. 3 میشه محفظه احتراق. 4 قسمت توربین هست. 5 هم میشه قسمت اگزاست که گازهای داغ رو توسط این کلکتور جمع کننده گاز جمع میکنه و اینو یا به صورت مستقیم یا میاد از این بغل باز دوباره میبره بالا و انتقال میده به خارج از محوطه‌ای که در حقیقت بهش میگن انجین بی، که محوطه‌ای هستش که اتاقی هستش که موتور توربین داره گازی درش قرار داره که حرارتی که از اگزاست میخواد خارج بشه پخش نشه تو محیط و به موتور آسیب بزنه. پس موتور من داره 5 تا قسمته. الان اینجا نشون میده استارتر شروع به چرخش میکنه. زمانی که استارتر شروع به چرخش میکنه موتور ما میچرخه. بعد این موتورم موتور جت توربوشافته. توربوشافت یعنی چی؟ توربوشافت یعنی اینکه یه دونه محور اضافه بر سازمان داره. به عبارتی موتور من هوا از این قسمت ورودی وارد میشه، کمپرسور اینو متراکمش میکنه، هوای فشرده و داغ میاد میره توی محفظه احتراق میسوزه، بعد میاد برخورد میکنه به 2 ردیف. اینجا توربین داریم ما، توربین نازل. حالا تو فیلم ران میکنی میبینی راه میندازی، این بهش میگن توربین نازل. این ردیف تیغه‌های ثابت و بعد میشه توربین روتور. یه مرحله بهش میگن استیج. بعد دوباره توربین نازل، تیغه‌های ثابت، بعد میشه دوباره باز مجدد توربین روتور. این 2 تا استیج با هم دیگه چیکار میکنن؟ نیمی از انرژی گازهای داغی که فراهم شده با فوران میخواد خارج بشه از موتور میگیرن و این کمپرسورها رو میچرخونه. بهش میگن در حقیقت توربینی که کمپرسور میچرخونه بهش میگن کمپرسور توربین. تا این قسمت از این ورودیه تا این قسمت رو بهش میگن موتور توربوجت. نیمی از انرژی توربین گرفت که کمپرسور رو بچرخونه، نیمی دیگهش با فوران از پشت موتور جت خارج میشه. ولی اینجا میگه موتور من نمیخواد حرکت کنه به سمت جلو بره، لذا اومده مجدد یه توربین دیگر هم اینجا اضافه کرده بشه. اون نیمه دیگر انرژی رو که انرژی گازهای داغی که میخواد از موتور خارج بشه این توربین دومی میگیره که باز دوباره 2 ردیف تیغه‌های چرخنده داره، 2 ردیف دیسک توربین داره. این توربین دومی رو بهش میگن فری، یعنی آزاد. بهش میگن فری پاور توربین. پاور یعنی قدرت، توربین قدرته. توسط این محوری که حالا فیلم رو ران کنیم میبینیم دوستان من، توسط این محوری که میچرخه انتهای این محور رو متصل میکنه به یه ژنراتور و متصل میکنن به یه پمپ نفت، متصل میکنن به یه کمپرسور گاز، یا این موتور رو برمی‌دارن میذارن توی قطار بهش میگن توربوترن، یا این موتور رو میذارن توی یه دونه هلیکوپتر اگه از نوع هواییش باشه، موتور توربوشافت از نوع هوایی باشه که جنس متریالش اونجا باید ثبات باشه چون میخواد بره بالا، روتور هلیکوپتر یا ملخ‌های هلیکوپتر رو میچرخونه. علاوه زمانی که این موتور من شروع به چرخش میکنه الان میبینی فقط این توربین میچرخه. چرا؟ به خاطر اینکه این کمپرسور میچرخه و این توربین همراه با کمپرسور میچرخه. کمپرسور توربین دومی، توربین اولیه میچرخه. توربین دومی چی؟ استارتر به این در حقیقت محور اولیه متصله. محور دومی نمیچرخه ولی موتور رو وقتی میچرخونه ابتدا بهش میگن عملیات پرجینگ. میگه نکنه در استارت قبلی، استارتی که زدم استارت ناموفقی بوده، نکنه سوخت جمع شده باشه. لازم میاد ابتدا موتور رو میچرخوننش توسط استارتر، توسط همین استارتری که اینجا قرار داشت و هوا میاد عبور میکنه، بهش میگه پرج. در حقیقت اگه بخارات سوختی باشه این چیکار میکنه؟ از موتور میاد خارج میشه. بعد از اون هستش که شروع میکنه اول یه شمک کوچیک میاد عین بخاری گازی
و خدمت شما عرض کنم که بعد سوخت اصلی میادش. در هر محفظه احتراق سوخت پاش سوایی داره، سوخت اصلی میاد و احتراق اینجا انجام میشه. زمانی که احتراق انجام میشه، گازهای داغی که میاد عبور کنه هم این توربین رو میچرخونه، بعد مابقی گازهای داغ نیم دیگرش میاد این توربین دومی رو میچرخونه. الان ما هم دیگه ببینیم موتور داره میچرخه. ببینید توربین دومی که پاور توربین ثابته، عملیات پرژینگ رو داره انجام میده، شروع کرد چرخیدن. الان هوا از این قسمت میاد، از در حقیقت این قسمت بالا فیلتراسیون هوا میاد، وارد ورودی هوا، بعد وارد چی شد؟ وارد کمپرسور میشه. کمپرسور ما همونجوری که دوستان من دارن میبینن تیغای سری اول بلندتر از سریای انتهایی، به خاطر اینکه هوا رو متراکم میکنه. اومده چیکار کرده؟ اون محفظه ای که هوا درش قرار میگیره جمع و جمعترش کرده که در حقیقت بتونه ضریب تراکم حفظ کنه. پس از کمپرسور هوا میاد میره کجا؟ میاد میره توی محفظه احتراق. نگاه کنید الان توی محفظه احتراق سوختم پاشید. خدمتتون عرض کردم که بعدا میریم جلوتر صحبت میکنیم. در محفظه احتراق 1/5 هوا میسوزه، 20% هوا. حالا توی موتور میبینی 18% هوا میسوزه، توی موتور دیگه 22% میسوزه، توی موتور 20%. میگن معمولا به طور متوسطش میشه 20%. 1/5 هوا میاد میره توی آتشدون، در حقیقت بهش میگه فلیم، یعنی شعله، تیوب یعنی لوله، توی این فلیم تیوب یا محفظه احتراقش. مابقی هوا چی میشه؟ میگی که 20% هوا اومد اینجا سوخت، 80% هوا میاد از اطراف دور تا دور این فلیم تیوب، تو این قابی که بهش میگن ایر کیسینگ، هوا میاد تزریق میشه به داخل، از اطراف سوراخ‌هایی داره رو بدن این محفظه احتراق تزریق میشه و باعث میشه که این دمای آتش افت پیدا کنه. آتش در مغز آتش حدود 2000 درجه سانتیگراده توسط فوت هوایی که از طریق سوراخ‌های اطراف این محفظه احتراق دمش میشه. بهش اون 80% هوا دمش میشه، بهش میگن دایلوشن هول، مجاری در حقیقت رقیق کننده. هوا رو چیکار میکنه؟ میاد تزریق هوا باعث میشه که یه مقدار دما بیاد پایین، این شعله دیگه از بین میره. قسمت‌های ابتدایی شعله است، بعد به این قسمت انتهایی که میرسه دیگه فقط جریان گازهای داغ اینجا برای من فراهم میشه. پس اون هوایی که تزریق شد برای بهسوزی هست، برای اینکه شعله رو از بین ببره، آتش از بین رفت و تبدیل شد به جریان گازهای داغ و همچنین شعله رو وسط نگه داره، حرارت رو وسط نگه داره و این پوسته نسوزه. علی ای حال دما در مغز آتش 2000 درجه سانتیگراد، در خروجی میشه حدود، به خاطر اون تزریق هوا میشه حدود 1000 درجه سانتیگراد. پس استارتر برای من موتور چرخون این محور که چرخید، کمپرسور هوا رو متراکم کرد، هوای متراکم اومد اینجا پرژ زد. اگه سوختی احیانا از استارت ناموفق قبلی مونده بود تخلیه شد و خدمت شما عرض کنم سوخت پاشیده شد، شمع جرقه زد. به محض اینکه عملیات استارت انجام شد و شعله پابرجا شد دیگه جرقه قطع میشه. مثل خودرو نیست که دائما جریان بر سر شمع باشه، اینجا جرقه قطع میشه. مثل یه تنور نونوایی یا مثل یه بخاری گازی که دائما محفظه احتراقش داره احتراق انجام میشه، دائما اینجا جریان سوخت رو و هوا ترکیب شدن هوا رو داریم و این احتراق پابرجا هستش. خب فیلم رو با هم دیگه ادامه بدیم ببینیم چی میشه. اینجا برای من اومد چیکار کرد؟ اومد نشون داد، میگه که ردیف‌های اول کمپرسور تیغه‌ها بلندتر، یه ردیف تیغه‌های چرخنده، یک ردیف تیغه‌های ثابت. تیغه‌های ثابت به کجا متصلن؟ به این پوسته، بهش میگن استیتور. روتور استیتور شد یه ردیف، بهش میگن یه استیج. روتور بعد استیتور میشه ردیف دوم یا استیج دوم. روتور استیتور میشه استیج سوم، همینجوری تا الی آخر. هوا میاد میره تو محفظه احتراق. ما 3 دسته محفظه احتراق داریم. محفظه احتراقی داریم که بهش میگن محفظه‌های احتراق قوطی مانند، بهش میگن کن تایپ. کن یعنی قوطی ماننده. الان این مدلش کامباستن چمبر محفظه احتراق از نوع قوطی ماننده. بعد یه مدل هم داریم که بهش میگن کن انیولار، یعنی در حقیقت ترکیبی هستش از مدل تنوری و مدل قوطی مانند و یه مدل هم از مدل تنوریه. علی حال این موتوری هستش که محفظه احتراق از نوع قوطی ماننده. خب گازهای داغ فراهم شدن برای من. جریان گازهای داغ میاد چیکار میکنه؟ یه چرخونکی بهش بده مهندسی گرامی، بعد نگهش دار. ببینید اینجا به اینا میگن توربین نازل. تیغه‌های ثابت در حقیقت چیکار کرده؟ اومده تو این مسیر
عبور گازهای داغ قبل از اینکه گازهای داغ بیاد برخورد کنه به این توربین من، به این توربین چرخنده، به دیسک توربین. در حقیقت یه دیسک بهش میگن چرخ، مثل چرخ میمونه، گرد هستش، یه دیسکی هست که تعداد تیغه بهش متصله. گازهای داغ در بهترین وضعیت باید هدایت کنه میگه گازهای داغ به این شکل نیان، مستقیم هم نرن، به گونه‌ای باشه که هدایت بشه بیاد بخوره توی کف این تیغه ها. لازم اومده چیکار کرده؟ این تیغه ها رو گذاشته. به اینو میگه توربین نازل. به مثابه و مشابه چی هستش؟ مشابه دریچه کانال کولر هست که میخواد کدوم سمتی در حقیقت برای تنظیم بشه و توسط اون اهرامی که روی دریچه کانال کولر هست شما میایید تنظیمش میکنید. اینجا اومده این کاری کرده توسط توربین نازل. توربین نازل ناگفته نمونه، 3 تا کار انجام بده. یک، هدایت جریان گازهای داغ به در حقیقت این توربین ما هست، توربین روتوره. کار دوم انجام میده، کار دومش این هستش که 2 تا تیغه با هم دیگه مثل کانال چی میشن؟ کانال همگرا میشه. در کانال همگرا از خصیصه هاشون این هستش که سرعت میره بالا، دما رو میاره پایین. سرعت برای چی میبره بالا؟ میگه که برای اینکه انرژی جنبشی گازهای داغ بیشتر بشه و این توربین با انرژی بیشتری بچرخه، سرعت توربین ببرن بالا. بعد کار دیگه‌ای که انجام میده، دما رو میاره پایین. تو مغز آتش دما 2000 درجه سانتیگراد. از اطراف این دایلوشن هول 80% هوا میاد تزریق میشه، نهایتا کل هوا میاد اینجا تزریق میشه. میگه پس من دما رو میارم به چقدر میرسونم؟ 1000 درجه. زمانی که هوا از توربین نازل رد میشه، از هر استیج، از هر ردیفش حدود 150-200 درجه سانتیگراد به نسبت آرایشی که براش دادن و اون ساختارش دما افت پیدا میکنه. پس 3 تا کار انجام میده توربین نازل. هر ردیف توربین نازل یک ردیف توربین روتور داره. یه ردیف تیغه های ثابت توربین نازل، یک ردیف تیغه های چرخنده، بهش میگن یک استیج. الان این موتور من 2 تا استیج داره. یه استیج، یه ردیف، استیج اول، بعد مجدد استیج دوم شده. این 2 تا استیج، 2 تا دیسک ها متصلن به این محوره. این محور هم کمپرسور رو میچرخونه. به این توربینه میگن در حقیقت توربین کمپرسور، توربینی که کمپرسور رو میچرخونه بهش میگن کمپرسور توربین. زمانی که گازهای داغ میان این توربین رو میچرخونن، نیمیشه این 2 تا توربین میگیرن که این کمپرسور رو توسط این محور بچرخونن. نیمه دیگهش کجا میره؟ میگه نیمه دیگهش میره چون موتور من از نوع جت توربو شافت هست. موتور توربو شافت موتور توربیندار زمینی هستش. میگه من یه محور چرخنده میخوام فراهم کنم. چیکار کرد؟ میگه نیمی از انرژی گازهای داغ این 2 تا توربین گرفتن که این محور رو بچرخونه، کمپرسور رو بچرخونن. نیمه دیگرش توسط چی؟ توسط این توربین دومی که باز اینا 2 استیج، 2 ردیفه، میاد این محور، این اسپول یا در حقیقت این شافت رو میچرخونه. فرق شافت با اسپول این هستش که اسپول تو خالی هستش، به خاطر اینکه وزنش کمتر بشه. خدمت شما عرض کنم که با انرژی کمتری بتونه بچرخوننش، ورزشا تو خالی ساختن. پس بهش میگن تو این اسپول. این موتور 2 محوره است. یه محور شد این محور، یه محورم شد این محور. محور دیگری توسط این 2 تا توربین چرخونده میشه. اومده چیکار کرده؟ این 2 تا توربین هستش که میاد 50% تقریبا 50% این گازهای باقی مونده رو انرژیشون رو میگیره و این محورها رو برای من میچرخونه. این موتور رو بهش میگن موتور جت توربو شافت. یه موتور جت ما خدمتتون عرض کردیم داره 5 تا قسمته. یه قسمتش توربینه. الان اینجا توربین من شده در حقیقت یه دونه کمپرسور توربین، یه دونه هم شده پاور توربین. به این توربین میگن توربین پاور توربین. ببینید دهانه ورودی هوا رو نگاه کن، از اینجا بین 2 تا تیغه یه دونه کانال دیگه، کلی کانال هستش اینجا. وقتی که هوا میخواد وارد بشه اینجا کانالش به شکل همگرا هستش، باعث میشه که هم جریان گاز توربین نازل، باعث میشه جریان گازها به گونه بسیار عالی در بهترین وضع هدایت بشن و بیان بخورن به در حقیقت توربین روتور ما. این کمپانی سازنده یکی از کمپانی‌های به نام دنیاست. این شرکت سازنده MAN مان آلمان. ببین اینجا نوشته مان دیزل اند توربو. میگه 2 مدل موتور تولید میکنم من، 2 محوره و تک محوره. ببینید دوستان من، این موتور بالایی که بهش میگن موتور 2 محوره توسط یه دونه کوپلینگ اینجا این محور متصل به یه دونه پمپ نفت مثلا یا به یک کمپرسور گاز متصله. اگه اون کمپرسور گاز متوقف بشه
معمولا این وسط هم یه واسطه داره، چون دور این موتورها بالاست، مثلا دور موتور 10,000 دوره، اون کمپرسور مثلا 3,000 دور میزنه، این وسط یه دونه گیر باکس میندازن. اگه گیر باکس خورد بشه، نقص فنی کنه، اگه اون ژنراتور برقه نقص فنی کنه مثلا، یا اگر مثلا اون کمپرسور در حقیقت گاز ما یا پمپ نفت ما ایراد کنه، تکلیف چیه؟ اگه این موتور باشه، این موتور دیگه متوقف میشه، این موتور متوقف میشه. پس این عملیات کولدان چرخوندن این چی میشه؟ میگه این با مشکل مواجه است، چون قفل کرده این محوره. لذا جاهایی که نیاز هستش که مثلا پمپ نفت رو بچرخونه، یه گیرباکسی هست اینجا واسطه، یه دونه کمپرسور گازی بچرخونه، موتور ما میشه موتور دو محوره. یعنی چی؟ یعنی میگی به محض اینکه اینجا ایرادی به وجود اومد، سیستم کنترلی، سنسورها، حسگرا سنس میکنن، موتور خاموش میشه و بلافاصله میره تو مود یا حالت کولدان. یعنی چی؟ یعنی این محور در حقیقت این محور قفل کرده، ولی که این محور آروم آروم توسط چی؟ توسط این کولدان موتوره یا استارتر موتوره که اینجا الان عملیات خنک کردن رو به عهده داره، شروع میکنه به چرخوندن. حالا یه موتور نگاه میکنه 2 ساعت میچرخه با مثلا 200 دور در دقیقه، یه موتور دیگه میبینی مثلا 10 ساعت میچرخه با مثلا 150 دور در دقیقه. به نسبت ساختار موتور، بزرگی کوچیکی موتور، این آروم آروم میچرخونهش تا دما بیاد پایین و محورها، دیسکها، پوسته، قطعات این موتور تا بر ندارن بر اثر در حقیقت اون گرمای بالا که بلافاصله اگه سرد بشه در این موتور بالایی. حالا موتور پایینی چی؟ اینو چرا تک محوره درست کرده؟ اون ماجراش چی میشه؟ میگه این موتورهای تک محوره به ژنراتور برق متصلن، دور اینا رو به گونه‌ای تنظیم میکنه که دورش با دور ژنراتور یکی، این وسط هم گیرباکس نداره، بین اینا گیرباکسی رو قرار نمیدن. لذا اگه یه زمانی هم احیانا این ژنراتور مثلا به دلیلی متوقف بشه، زمانی که کولدان میشه هم موتور میچرخه، سر این محور هم متصل به محور در حقیقت ژنراتور رو هم با خودش میچرخونه. پس حکایت موتورهای دو محوره و تک محوره خدمت شما عرض کنم که موتور توربیندار گازی از نوع جت توربوشافت رو، گاز توربین انجین نوع توربوشافت رو صحبت کردیم. گفتیم که موتورهای توربوشافت هوایی و زمینی، اصلا موتورهای توربیندار هوایی و زمینی کامباشن چمبرش داره نشون میده، محورش هم به رنگ طلایی نشون داده برای اینکه بهتر متوجه بشیم. یکی در مسئله متریالشون، موتورهای هوایی از متریال سبک‌وزن‌تر ساخته میشن و استارتشون تو کمرشون هست، استارت مثل اینا جلو قرار ندادن، دور اینا هستش، بیرینگ های اینا هست و تعدادی دیگه هست سیستم های اینا. اینه دیگه مابقیش دیگه تبلیغاته که اینجا برای ما چیکار کرده نشون داده. دوستان من، بسم الله الرحمن الرحیم، در این ویدیو آموزشی کوتاه اومده یه دونه موتور توربیندار گازی زمینی رو، یا به عبارتی گاز توربین زمینی رو، یا به عبارت دیگری موتور جت زمینی رو برای من و شما نشون داده. یه فیلم آموزشی بسیار زیبا هستش که برای من نشون داده. در حقیقت میشه گفت یه تفسیر کوچولو رو این فیلم داشته باشیم. موتورهای توربیندار گازی داره 5 تا قسمتن. 1 ورودی هوا که هوا وارد میشه. 2 کمپرسور هست که هوا رو متراکم میکنه. 3 محفظه یا محفظه‌های احتراق هست که ترکیب هوای فشرده میاد با سوخت ترکیب میشه. سوختی که پاشیده میشه تو محفظه احتراق شمع جرقه میزنه و احتراق دائما اینجا پابرجاست تا زمانی که موتور ما خاموش بشه. بعد از اون توربین رو داره، یه دو ردیف توربین داره، بهش میگن کمپرسور توربین. توربینی هست که این توربینه کمپرسور ما رو توسط این محوره میاد میچرخونه. بعد از اون اومده در این موتور توربیندار زمینی یه توربین دیگه قرار داده. نیمی از انرژی گازهای داغ این توربین اولیه میگیره که کمپرسور رو بچرخونه، نیم دیگه‌اش این توربین دومی میگیره. در حقیقت از پشت این موتور به جای اینکه هوا گازهای داغ بیاد خارج بشه، یک کانال زده که گازهای داغ تو محوطه که موتور درش قرار داده پخش نشه. لازم میاد چیکار میکنه؟ گازهای داغ خارج میکنه، بهش میگن اگزاست. نیم دیگر رو در حقیقت این توربین دومی نیم دیگر انرژی رو میگیره و تنها چیزی که باقی میمونه اینجا حرارت هستش. گازهای داغ هستن ولی کن جون ندارن، مثل یک کشتیگیری میمونه که کشتی گرفته دیگه جون نداره. وجود داره ولی کن
دیگه جون و نفس نداره. میگه گازهای داغ هستن ولی دیگه توان ندارن، انرژی ندارن، از پشت موتور خارج میشه. توربین اولیه رو بهش میگن توربین کمپرسور توربین. توربین دومی رو بهش میگن پاور توربین. حالا در این فیلم آموزشی بسیار قشنگ برای من نشون میده. Let's take a look at how the turbine works. Air is drawn through. هوا میاد وارد میشه، مکش میشه توسط کمپرسور، میاد میره توی محفظه احتراق، سوخت پاشیده میشه، احتراق صورت میگیره. جریان گازهای داغ میاد این دوتا توربینا رو میچرخونه. این دوتا توربین به این محور متصلن، بهش میگن کمپرسور توربین. مابقی انرژی گازهای داغ نیم دیگر میاد وارد دو ردیف دیگه توربین میشه. هر ردیف توربین یک ردیف تیغه های ثابت داره، یک ردیف تیغه چرخنده. ردیف تیغه های ثابت، ردیف تیغه های چرخنده، بهش میگن یه استیج. گازهای داغ میان میسوزن و از قسمت اگزاست این موتور ما چی میشه دوستان من؟ میاد خارج میشه.